سلام. امروز میخوام در رابطه با یه عارضه شایع، حالا بگیم نسبتا شایع، در خصوص بیماری پولیکیستیک تخمدانی یا PCO براتون یه اطلاعات به اصطلاح دست اول خوب براتون بدم که نگاهتون نسبت به PCO انشالله که عوض بشه. ببینید، اینها معمولاً از سنین نوجوانی تا 40-45 سالگی یه عارضی هست که گستره و از نظر اپیدمیولوژی توزیع این عارضه نه تنها در کشور ما، در خاورمیانه و در سایر کشورها هم به وفور دیده میشه. ببینید، بانوان هورمون‌های زنانه دارن. خب خاصیت هورمون‌های زنانه اینه که گاهی میشه گفت که باعث تحلیل عضلات میشه. در خلقت بانوان بخشی از هورمون مردانه وجود داره که این هورمون مردانه علاوه بر وظایف دیگه‌ای که داره باعث میشه که از اثر تحلیل عضلانی جلوگیری بشه. خب اگر این هورمون‌های مردانه از اون لول و اون سطح خودشون بالاتر بره و یا اینکه به صورت ارثی و علل ناشناخته یک خانمی نسبت به هورمون‌های مردانه که در بدنش هست فیزیولوژیکه افزایش حساسیت داشته باشه، باعث میشه گاهی پریودها مختل میشه، جوش بیشتر دیده میشه و ریزش مو از ناحیه سر بیشتر دیده میشه. برعکس رویش مو در بدنشون بیشتر ملاحظه میشه. حالا گاهن به جای اینکه ما بیاییم این عارضه رو شناسایی بکنیم، هجوم میبرن به کارهای کاسمتیک و لیزر و من میخوام بگم که اشکال نداره برای کارهای لیزر که میرید، ولی باید منشأ و سرچشمه این عارضه رو درمان بکنیم. چرا که اگر این عارضه درمان نشه با گاهی باعث ایجاد دیابت در افراد بخصوص های ریسک و تیرگی پوست و عوارض اختلالات هورمونی و گاهی نازایی میشه. خب این با یه لیزر کردن و اینکه صورت مسئله رو حل بکنیم نمیشه گفت که این بیماری و عارضه از بین رفته. ما چی کار میکنیم؟ یه سونوگرافی میخوایم، گاهن یه آزمایش میخوایم، اینم برای تاییده ها، نه اینکه برای تشخیص. ریزش مو از ناحیه سر، رویش مو در بدن، خب اونم درسته یه امتیاز بندی داره، ولی برای ما وجود PCO رو یا تخمدان پولیکیستیک رو مسجل میکنه. حالا اگر رفتیم این عوارض هم داریم، سونوگرافی نرمال گزارش شد، گمراه نکنین ها، اینو حتما این PCO داره، یه درمان خاصی داره. قبلا ها قرص LD میدادن، ولی با پیشرفت علم و با وجود داروهای جایگزین با عوارض کمتر وجود داره که ما درمان رو شروع میکنیم. خب ببینید، در یک خانمی تخمداناش کیست داره. خب این کیستا وقتی 2 ماه دارو میخوره در سونوگرافی مجدد پاک میشه و اینم بازم شما رو گمراه نکنه. چرا که وقتی درمان رو شروع کردیم بین 6 ماه تا 2 سال باید درمان رو دریافت کنن و ادامه تشخیص و اینکه آیا درمان اثر کرده یا ما اصطلاحاً میگیم فالو میکنیم، این با سونوگرافی نیست، با کلینیکه. یعنی با چی؟ یعنی بایستی ریزش موهای سر متوقف بشه و موهای بدن آروم آروم زرد میشن، نازک میشن و در جاهایی که در بانوان موها نباید پرپشت باشه اونا پاک میشن و این هم زمان بره. این کار رو نکنید که مثلا 3 ماه 4 ماه دارو استفاده بکنید بعد استاپ بکنید. پس PCO
جمع‌بندی میکنم. عوارض دیابت، نازایی، تیرگی پوست، اینها رو داره. شما باید درمان بشید و حتما تو خانواده‌تون مداخله بکنید و حتما به پزشک مراجعه کنید. درمان‌های قدیمی دیگه رد شده، درمان‌های کلاسیک و تازه وجود داره که ما میشه گفت که ماهانه چندین تا مریض من دارم که به روش‌های نوین و کلاسیک جدید درمان میکنم و در طول زمان میبینم که جوش‌هاشون برطرف میشه، ریزش مو متوقف میشه، ولی چون موهای بدن زمان بره به خاطر اون ممکنه 1 سال تا 2 سال طول بکشه. مراقب خودتون باشید. این PCO رو یا تخمدان پولیکیستیک رو جدی بگیرید. گاهی من دیدم مریضی بود که 11 سال نازایی داشت که با درمان این سندروم تخمدان پولیکیستیک تونست دوباره باروریش رو به دست بیاره. به خاطر این حتما اگر هم مشاوره لازم شد تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. بنده و سایر پزشکان تجارب خوبی داریم و میتونیم در این امر کمک حال شما باشیم. تندرست و سالم و همیشه سربلند باشید. مرسی.